بقیه داستان شهزاده از این اوضاع. مقصود آقا چند شعری که در وصف اوصاف حوری زعفران خواهر کوچکی گفت بنده عرض کردم. خوش گذشت به حوری زعفران، دست را بلند کرد از دم تاخچه، دوری برداشت پر از لعل و جواهرات و دانه های قیمتی. بنچه گلی داشت، بنچه گل رم گذاشت، سرپوش انداخت توی مجمع طلا. ای گازم این نوره و مغرم این پاورسه، دیزم این قوت جیگرم این گوشسه. پسر برداشت کم جان آقا رو جز دارین گدرم، شیرین دیلین گدرم، این جبیلین گدرم. گفت بگیر مجمرا کشید جلو، کار کرمه که کرد. بنچه گل را برداشت گذاشت طرف چپ توی جیبش. گفت مجمرا بگیر، مجمرا کشید جلو، دید به غیر بنچه گل چیزی دیگر بر نداشته. حوری لقا که خواهرم وسطی باشه. حوری لقا گفت من این شهر من بین قدر سوله گیرم نمده ایسن. گفت در بس اوصاف منم شهری بگو. گفت کرد. سنم جلو اینم به رسم خواهر کوچکی دوری برداشت پر از لعل و جواهرات کرده. بنچه گلی داشت، بنچه گل رم گذاشت، سر پوشید انداخت و گفت بگیر مجمرا کشید، کار کرمه که کرد. بنچه گل را برداشت. بیبه جان مجمرا بگیر، خان سر پریزاد که خواهر بزرگه، سر کرده 40,000 پریزاته. کی یار اینه بخواه یار این بشه که امیر مؤمنان فرموده.
گفت من قابل ظلمم، من قابل نیستم در وصف منم چند شیری بخوام. گفت بله مشک آن است که خود بگویم. دوتار را کشید خدمت شخص بزرگ باعث تاجر را نگار زد. مقصود آقا چند شعری که در وصف اوصاف خواهر کوچکی گفت بنده عرض کردم.
در وصف اوصاف خواهر وصلتی هم گفت بنده عرض کردم. حالا دیگه به حساب این همسرش میشه. چند شعری هم در وصف اوصاف از این گفت و کاری که کرمه کی کرد آقا، تاجی در سر داشت، شخصی که سر کرده 40,000 پریزاد باشه لااقل تاج اون راسیش سنار ارزش داره، تاج را گذاشت. انگشتر بریلیان داشت، انگشتر بریلیان هم گذاشت. منچه گل داشت، منچه گل هم گذاشت. سلام جان جانم توفه ایست نقابه. خب حالا که منم چند شعری بخوانم در وصف اوصاف تو بازم. ای خواستانم جانم ای عرض ایلایه با جز لحری جلت منزله گری بار بیا ای شکیله وقت بخوا ای ظریفه هاده من ظریفه بگن شمس اهلن قبردار بوین سر بیه ای سرو بردار لبلری ری حالا تردون بخی ای اچل بیلا گل منظر عزیز جان گلستان دیگه ای سرنگ زرسه عاشق الفقر ای زرسه ایرین دینا میا زرسه دو ای قایب درای آیا منظره قایب درای آیا منظره ای آیم اون دار تلا منظره آیم اون دار تلا منظره ای bir yalkış çarlara menzer bak bakayım bak مقصود آقا انگشتر را برداشت گذاشت توی انگشت ولی تاج شاهی را برداشت. بنچه گل را برداشت زلف را تو داد آقا، بنچه گل را گذاشت وسط زلف. ببه جان مجمره را بگیر، مجمره را کشید دید که به حساب بنچه گل را برداشته، انگشتر را برداشته ولی تاج را برداشته. گفت چرا تاج رو برداشتی؟ گفت من یک نفر گداییم چه کار دارم به کار سلاطین؟ گفت بله، شخصی که 300 سال را طی بکند بیاد و اینجا برسه و اونم معلوم میشه بله چند مرده. گفت محمد دیدن و موسی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ چرا به حساب مگه زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی؟ چرا آقا کرد کاری که باز آرد شیبانی؟ من چه کار دارم به تاج شاهی؟ گفت پس چه کار داری؟ گفت من کار دارم با خود جناب عالی. خوش بخواه سنم گذشت و ایرم خالیشه داشت. گفت من خالیشه میم گتره چه خواستنم رو آوردن آقا 1500 فریضه دور را گرفتن در این نیمه شب. پسر رفتن توی صندوقچه، دختر توی صندوقچه، قالیچه با صندوقچه.
1500 پریزاد دور بر رو باتا کردن در این نیمه شب کشیدن به آسمان. پسر گفت همینجا به تو رو بکشم، یک صدا رو اوج بدم، هر چی شدم بدم بشه بارا چه خیالم. پریزاد رو گردون به طرف گل رخ پریزاد. ای گل رخ پریزاد، ای کنیز من. گفت جانا بیبی جان، گفت این آتشی که امشب توی این گلستان ارم روشن شده و اینو تو روشن کرده، یعنی چه آتش باشه؟ و صدای این ساز و این آواز توی صندوقچه توی. گفت علا قول کردا بگم منی قکمه خانه لسری میداری. گفت کلاتو برداری رو سر من میذاری؟ گفت چرا؟ گفت چرا توی ریشه قالچه تو باشه توی صندوقچه من باشه؟ جان بیبی جان خوشباله بیدی سیرش باغ ده بلبلر سیرش باغ ده بلبلر جان عزیز جان خوشبالم ده وخی جان مثل این چه درده بیبی جان جان همه سرای چه درده جان عزیز جان خوشحالم دی بیبی جان باخ اقسینم داغره قاره اقسینم داغری قاره جیگرم عبد سلاره عرفاز ای ترخین چقه زی سرداره ترخین چقه زی سرداره جان بیبی جان خوشحالی دی جان بیبی جان خوشحال دی جان عزیز جان خوشحالم دی گفت خداحافظ که رفتم
دختر آقا از اینجا برگشت به گلستان ارم، نادیده عاشق پسر بذار روی تخت فنر بخوابه. پسر به طلفت العینی با صندوقچه و دختر آمدن توی چارباغ حصار. در صندوقچه رو باز کرد، یک چشم به هم زدن. پسر نگاه کرد که بین صندوقچه رو کجا پنهان بکنه. آقا صندوقچه رو پنهان کرد، نگاه کرد خوب کجایه. آقا به طلفت العین خود را رسوند توی اتاقش، بازوبند را باز کرد، آشکار شد، رفت زیر رخت خواب، نفیر خواب را بلند کرد. دختر آمد وارد شد، گل رو پرستند، نگاه کرد امشب پسر خوابیده. گو خوابیده خواب شده. پسر یک حرکت که گو اوفیش، دیشب امیر مومنان من را برد به گلستان ارم، خان سنم پریزاد حوری زفر حوری لقا را دیدم، دوتا را کشید و مثلی که خواب دیدم بیان کنه اومده اصلا خدمت سروران. دختر یک رفت توی فکر، باز گفت خواب دیده، خواب شیطانی بود. آقا پسر حرکت کرد، رفت نب 4 حوض وضو گرفت و آمد 2 رکعت نماز را بخونه. آقا وقتی که 2 رکعت نمازشو خوند و شانه را برداشت، کشید به اون زلفاش که بنچه گلی که خان سنم پریزاد بهش داده بود که وسط زلفش گذاشته بود، بنچه گل از وسط زلفش افتاد. لباسا را تکون داد که بپوشه، یک بنچه گل از این طرف یکی از این طرف افتاد، یکی مال حوری زعفران، یکی مال حوری لقا، یکی مال خان سنم پریزاد. به دست پسر نگاه کرد، به انگشتای پسر نگاه کرد که انگشتر بریلیانی که مال خان سنم دسته توی انگشت گذاشته. نشد دختر عهد را شکر. ای گازم این نوره و بغلم این پاورسه. گفت جانا، به لفظ کردی گفت جانا، سر امریتا بگرم بره قرطی که تا مات کم شکلتا گز که.
از اون گل‌ها یکی را بدی به من. گفت نمیدم، برو رد کارت. نشد. آقا به مانند قراقوشی که کپ گیره میزنه، به مانند لاچینی که کبوتر را میزنه. آقا دختر خود را گلوله کرد، انداخت رو پسر. پسر دید که نه آقا نمیتونه اینجا حرکت کرد. تل بلند بود، از شهر خارج شد. آقا رفت روی این تل بلندی. دختر آمد گفت من ایلدم سر اتما. گفت من کردم تو نکن. گفت خیلی خوب چشو. از اون گل‌ها یکی دست برد توی جیبش. ای دادی بیدار. گفت چرا؟ گفت به جایی که پلوی تخت به من چسبیدی توی اتاق اونجا افتادن، صبر بکن برات بیارم. گفت منم سر نگلم. من گفت نه. گفت منم با تو میام. گفت نه تو صبر کن اینجا. گفت چرا؟ گفت ما توی شهر دمشق بریم. ببخشید با این لباس نمیگن شاهزاده زرین عذار این کیه پشت سره؟ این چه صحنه این پیاده کرده؟ صبر بکن من برم کجاوه ببندم، چند تا دختر با داریازنگی و شیشتار و ویالون کمانچه بیان از سر این کور لباس بپوش و خود را مشاسی جوال بکن، به کجاوه سوار بشو، با صد طمطراق با صد ناز و حزن بیان از او تو را عروس کنم، به مراد همدیگر برسیم. گفت خیلی خوب چشم. کلاه گذاشت سر دختر که تا ناب آمد. ای پوجلدگه رسول به چرواق حساس صندوقچه را برداشت برد یک جای پنهان کرد که اگر مافی ها بیاد، اگر قلقله روم بیاد صندوقچه را پیدا نکنه. خود را رسول پلی ارجمند خودش، پلی قبلگاه خودش، پلی ولی خودش. ای آتا جان جان قربت ایله یتمله بولدم هاره بارم سر اوغل جان. کجا بری پسر جان؟ گلستان ارم. برای چی؟ برای خان سرم پریزاد. من میرم. گفت ازاده تو خارجه. چجور شد ازاده من خارج باشه ازاده تو خارج نیست؟ گفت بله. گفت کاری که دست بکن دیبام نکه. ها ای خانه بول سنده مشقه بزا یردالده یقل جان قضا پدر قضار بگستنیم شا. پسر جان نرو. های خراب بولسن دمشقی بزا یردالده گیر های اوغل گتمه قایمه من بزاره. ای خرنا کسی که سوزی جانه در دولدی لیلی بی اوغل جان های اوغل گتمه قایمه من بزاره. پسر جواب پدر را بده. جانه بابا این سنیه عرض حال سدام حسه من یار با گیت میشه من دگه دارم. های خدایم دولت گی بر قرار ساید حسه من یار با گیت میشه من دگه دارم. قلب الله يا من اقول جان عي يا من اقول جان عي اقول جان. قلب الله senden başka menden bir oğul yoktur oğul can. Yolları katarlı uğrası çoktur. Ay gel valla bu dünya 5 gündür vefası yoksun okul cancığı. Ay bir vefa dünya. Ay. Aman acığı. Ay.
dağlara salarsan, acısızlık bu çöllerde ölersen yar. Hırtısı düşman tanasında kalarsan oğul cancıgi. Ay oğul cancıgi yarayım. Ha ha.